درس شماره 4 به وزن مارش یا مارش نصرالله زرین پنجه. نصرالله زرین پنجه از نوازندگان بنام و شهیر تار، همچنین ستار و بربط و رباب و در سازهای بادی از جمله ترومپت هم مهارت داشت. او در سال 1285 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. در 12 سالگی نزد میرزا ربیع یا ربیع خان برادر درویش خان مشق تار را آغاز کرد و بعد به خدمت موزیک نظام در اومد و روزی که حسین هنگافرین ساز تار او رو شنید دعوت کرد تا به شاگردی او در بیاد. بعدها از موزیک نظام استفاده داد. در مدتی که در موزیک نظام بود سازهای بوکله، ترومپت، آلتوی برنجی و بالالایکا در اونجا نواخت. بعد از اینکه از موزیک نظام استفاده داد و بیرون اومد فرصتی یافت تا نزد مرتضی نیداود و یحیی زرپنجه از نوازندگان به نام تار و همچنین اکبرخان شهنازی تعالیم موسیقی خودش رو ادامه بده و بعد با موسی معروفی آشنا شد. ردیفهای موسی معروفی رو نزد خود ایشون فرا گرفت. در سال 1313 از موسیقی دلسرد شد و کناره گرفت و به سمت وزارت دارایی رفت و در اونجا مشغول به کار شد. در سال 1320 که علی نقی وزیری به هنرستان موسیقی بازگشت دوباره نزد حسین سنجری مشغول به آموزش تار شد و در اثر تشویق روح الله خالقی از وزارت دارایی به وزارت فرهنگ منتقل شد و در هنرستان موسیقی به مدیریت روح الله خالقی به تدریس تار و ستار پرداخت و همچنین در تدوین کتاب‌های هنرستان 1، 2 و 3 کمک شایانی به موسی معروفی کرد. او همچنین سالها با رادیو همکاری بسیار خوبی داشت و نوازندگی در ارکستر شماره 1 و رهبری ارکستر سازهای ایرانی رو در رادیو به عهده گرفت. میشه گفت او اولین نفری هست که ساز رباب رو به ارکسترهای ایرانی در دوره‌های جدید وارد کرد و دوباره به این ساز حیات جدید داد. برنامه معروف ساز و سخن که زیر نظر روح الله خالقی و با مجریگری روح الله خالقی تدوین و اجرا شد با نوازندگی تار ایشون همراهی میشد و ایشون به عنوان همراهی کننده گوشه ها و ردیف ها و قطعاتی که باید با تار اجرا میشد به مرحوم خالقی کمک های شایانی کرد. او به واسطه تمرین هایی که یا اتود هایی که برای ساز تار و ستار نوشت بیشتر شهرت داره، اما تصانیف و قطعات زیبای دلنشین دیگه ای از جمله همین مارش رو هم میتونیم در کارنامه کارهای او بدونیم. او حدود 50 تصنیف ساخته که از مشهورترین اونها تصنیف ساقی، آتش خاموش، بابالسر، فریبا و مستانه هست. از جمله تمرین‌های معروف او تمرین ابوعطا، بیات ترک، چهارگاه و بیات اصفهان هست که در کتاب سوم تار و ستار هنرستان که به کوشش استاد حسین علیزاده تهیه و تدوین شده و انتشارات ماهور منتشر کرده وجود داره. او همچنین در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران هم مشغول به کار شد و به تدریس موسیقی پرداخت. حاصل زندگی او جز آثار موسیقایی خودش 2 دختر هستند به نامهای شهین و مهین که شهین نوازنده رباب و ویولون در ارکستر بانوان فرهنگ و هنر بود و مهین نوازنده پیانو از شاگردان جواد معروفی. زرین پنجه همچنین در صفحه هایی که شرکت هیز مستر وایس اواخر 1305 تا 1310 خورشیدی ضبط کرد تار نواخته و تار او رو بانو ایران و دوله خواننده سالهای قبل از 1320 و قبل از افتتاح رادیو همراهی کرده. بنده به مرور زمان مجموعه آثار این استاد ارزنده موسیقی ایران رو ضبط خواهم کرد. حدود 30 تا 32 تا قطعه از آثار ایشون توسط آقای حمیدرضا بزرگی در مجموعه به نام مجموعه آثار استاد نصرالله زرین پنجه گردآوری کرده که ما اونها رو به مرور اجرا خواهیم کرد. مارش از جمله قطعاتی است که معمولاً نامش ما رو به یاد موسیقی نظامی میاندازه
اگرچه در گذشته‌های بسیار دورتر ما مارش‌های مراسم‌های مختلف هم داشتیم، از جمله مارش عزا و مارش عروسی. مارش‌ها هم به صورت با کلام هم به صورت بی کلام به اجرا در میان و معمولاً برای هماهنگ کردن رژه سربازان و حرکت‌های نظامی به کار میره. معمولاً با وزن ساده هست یا 2 ضربی یا 4 ضربی. 4 ضربی ها معمولاً در رژه ها به کار میره که ضربه اول چون قوی هست روی پای چپ قرار میگیره و سربازان رو به این شکل هماهنگ میکنه. مارش از لحاظ تاریخی سابقه بسیار دیرینی داره و معمولاً مطابق با آداب و رسوم و سنن و فرهنگ های گذشته ما در سنگ‌نوشته ها و هرجای های قدیمی میبینیم که مارش نظامی انگار یا مارش هایی که در مراسم بوده اجرا شده. معمولا مارش های عزا با سرعت کمتر و پایینتر اجرا میشن با تمپوی حدود 75 که در از 75 ضربه در 1 دقیقه هست و یا با تمپوی تند مثل این قطعه که هولوش 108 تا 128 اجرا میشه و قطعات خیلی تند، مارش‌های خیلی تند که از تمپوی 140 تا 160 هم ممکنه سرعت بگیره. از مارش‌های معروف مارش ایرانی هست که اثر یوهان اشتراوس هست که اشتراوس معتقده که این مارش ایرانی که اون رو به نام قشون ایرانی نامگذاری کرده بهترین اثر خودش هست و بسیار اون رو بین آثار خودش بیشتر دوست می داشت. که البته بعضی ها معتقدن که ناصرالدین شاه اون رو سفارش داده که در اصل به این شکل صحیح‌تر هست که بگیم موقعی که ناصرالدین شاه به فرنگ رفت وقتی می‌خواستن موسیقی اجرا کنن و آهنگ ملی و سرود ملی ایران رو پیدا نکردن جاش این مارش ایرانی رو نواختن که در این مارش از آلات کوبه‌ای به خاطر ایجاد حالات شرقی بیشتر استفاده شده. همچنین اصطلاح به نام مارش عثمانی در ردیف منتظم الحکما وجود داره که در ردیف‌های دیگه نیست. اصطلاحاتی به نام مارش تقلیدی یا مارش هماهنگ هم وجود داره که در اصطلاحات هارمونی و علم هماهنگی هست که از بحث ما خارج. مایه‌نما در این قطعه سی بمول می بمول هست که اون رو میتونیم سل مینور بدونیم که از دل سی بمول ماژور انگار به وجود میاد و اگر اون رو بخوایم شبیه به یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی بدونیم شاید نزدیکتر به بیات اصفهان باشه، بیات اصفهان سل. از این نگاه میتونیم در نظر بگیریم که در این قطعه دانگ ر میکرون فا دیز سل و دانگ سل لا سی بمول دو که اولی دانگ چهارگاه و دومی دانگ دشتی هست استفاده شده. همچنین دانگ دو ر می بمول فا که اون هم باز دانگ دشتیه. او کتار دو سل ر سیم اول برابر با سی انگلیسی کوک شده. سل سل فا سل سی ر دو سی لا سل فا لا سل لا سی دو ر می دو می ر سل فا می ر دو ر سی دو ر سل می ر دو سی دو لا سی سل لا دو سی لا سل فا سل لا سی دو ر می دو می ر سل فا می ر دو ر سی دو ر سل می ر دو سی دو لا سی سل لا دو سی لا سل فا سل سی لا سل فا سل لا سی دو سی لا سی ر دو سی لا سل لا سی دو سی لا سل فا سل لا سی دو ر می ر دو سی می ر دو سی لا سل فا سل لا دو سی لا سل سی لا سل فا سل لا سی دو سی لا سی ر دو سی لا سل لا سی دو سی لا سل فا سل
در آغاز ما یک جمله آغازین داریم، سل سو سول سی ره دو سی، که یه چنگ و دو تا دولچنگ هست، 1 2 و سل سو سول سی ره دو سی. اینا همه راست بودن، لا سی لا سول فا لا، راست شب راست 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 سول. فا هم که دیزه چون رکوب کردیم، فا دیز اینجا میفته. بعد مقطع میزنیم سول لا سی دو، چون به صورت چنگ و بعد سکوت گذاشته منظورشون بوده که اینو قطع کنیم. البته میتونیم آزاد هم بزنیم یا به سیم بم بزنیم، سول بم لا بم سی بم دو بم ره می دو می ره، نقطه دار هست دوته، ره راست چپ راست 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 سول فا می ره. این هم باز مقطع، دو رسی دو ره. میبینیم که در اینجا ما جواب سوال اولمون داشتیم. سوال اول بود سول لا سی دو ره می دو می ره، جوابش سول فا می ره دو رسی دو ره. حالا سوال آپریم بر اساس آ شکل میگیره، سول می ره دو سی دو لا سی سول، جوابش لا دو سی لا سول فا سول. این مجموعه دوباره تکرار خواهد شد. دفعه دوم به جای سول میگیم سول 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 سول، راست راست راست. بعد سوال بی مطرح میشه، سی لا سول فا، راست چپ راست راست سول لا سی دو سی لا سی. میبینیم که جمله بی کمی متفاوت هست با جمله آ از لحاظ ریتمیک. ره دو سی لا، این جواب بی هست، راست چپ راست راست سول لا سی دو سی لا سول. نقطه دارا بعدش دولچنگی که وجود داره چپ خواهد بود در همه قطعه، سول فا سول لا سی دو. این نوتایی که سیاه نقطه دار هستن 1 پا و نیم طول میکشن، سول فا سول لا سی دو ره می ره دو سی می ره. و بعد جواب بپریم، این قبلی که زدیم سوال بپریم بود، حالا جواب بپریم، می ره دو سی لا سول فا سول دو سی لا سول. کل مجموعه دوم هم دوباره تکرار میشه و در دفعه دوم به جای سول آخر میگیم سول سول سول، راست راست چپ راست، دقیقا مثل مجموعه اول. بنابراین یک جمله آغازین داریم، بعد 2 بخش کلی وجود داره که هر بخش شامل 4 قسمته، دارای 2 سوال 2 جواب، که هر دو این قسمت ها 2 بار تکرار میشن و انتهاشون کمی تفاوت میکنه. قطعا رو از سرعت 90 تا 120 میتونیم اجرا کنیم، در اینجا با سرعت 120 اجراش میکنیم.